مهمان ما یک شاعر جوان هستند. خداوند دور داشته باشه کسایی که فوت میکنه. کسی که فوت میکنه در منطقه ما باز 2 شب 3 شب مولوی را کتاب مولانا را میخوانند. بیدلخوانی است. من فکر میکنم ربایی یک ساختار خیلی قدرتمندی هست که باید همه محتوا را در 4 مصرع باید خلاصه بکنیم. دقیقاً چون خودم که فکر میکنم شاید شعرهای ما به پختگی نرسیده باشه. و جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به نام و یاد پروردگار عالمیان، بینندگان عزیز برنامه مسیر، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور و صحتمند و تندرست باشید. طبق روال برنامه باز هم یک مهمان خیلی عزیز با ما هست. مهمان ما یک شاعر جوان هستند، محترم روح الامین سنایی. سنایی صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه ما. به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما جناب خموش صاحب بزرگوار و جمعی همکارای تکنیکیتون. امیدوار هستم که خوب و تندرست باشید. بسیار تشکر. سنایی صاحب بگوین که در کدام ولایت تولد شدین؟ چند ساله هستین؟ دروس ابتدایی و لیسه را در کجا به پایان رسانیدین و در کدام رشته تحصیلاتتان هست؟ ما زاده سال 1371 در ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر به دنیا آمدیم و مکتب در خود ولسوالی آبشار تا صنف 12 را به اتمام رسانیدیم. بعد سال 1392 مرحله دانشگاه در ولایت پروان امتحان دادم. در دانشکده زراعت ولایت پروان فارغ شدم. بسیار خوب. و فعلا هم در یک وزارت دولتی ایفای وظیفه میکنم. خیلی خوب. چه انگیزه باعث شد که به دنیای شعر و ادبیات آمدین؟ دقیقاً کسایی که خموش صاحب در روستاها زندگی میکنن، خصوصا در ولایت پنجشیر، ما فرهنگ کتابخوانی بیشتر مروج است. مثلا همین زمانی که خداوند دور داشته باشه کسایی که فوت میکنه. کسی که فوت میکنه در منطقه ما باز 2 شب 3 شب مولوی را کتاب مولانا را میخوانند. بیدلخوانی است و عزاداریشون و یگان شب کتاب مولوی بیشتر مولوی را میخوانند. فرهنگ مروج کتابخوانی همین بیشتر باعث شده که ما به ادبیات رو آوردیم و همین که در دوران جوانی البته در سنای 9 8 و 7 هم که بودیم، مثلا در یک جای چکر که امرای رفیقا و اندیولا می رفتیم، مثلا در کوه یا در یک جای دیگه اونجا ما بیشتر شوقی شعر و شاعری بودم. اگر مثلا 5 کتاب بودم دست خود می بردم یا اونجا زمزمه میکردیم. این همین باعث شد که ما از دوران نوجوانی علاقمند به شعر و شاعری بودم و در صنف 9 10 مکتب که بودم، ما در ضمن که ما علاقمند به شعر و شاعری بودم، یک کمی صدای من خوبتر و بهتر بود که ما در یگان برنامه و محفلایی که در پنجشیر میشد البته با ما سرگروه بودم. از لیسه تازه محمد شهید با سرگروه به لیسه تازه محمد شهید ما بودم. باز که داخل صنفا می رفتیم با دوستایی که می خواستیم که اینا بیاین شامل گروه ترانه شوند، با ما انتخاب میکنیم. نظر به صدایشان، نظر به آوازشان یا را انتخاب میکنیم. با اینمی باعث شد بعد از صنف 2 پنتون ما شروع کردم دیگه، قلم گرفتم و به نوشتن شروع کردم. از کوه گفتین، بیشتر شعرای سمت شمال را که میبینیم جغرافیای کوهستانی ولایات شمال روی اینا تاثیر مستقیم گذاشته. و نظر شما آب و هوا، کوه و دره و دشت و دمن هم روی اندیشه ها تاثیر داره که یک جوان به شعر و شاعری رو بیارن؟ خیلی زیاد تاثیر داره. مثلا کسایی که در قریه و قصبات زندگی میکنن،
دمی وقتی که تو جایی که میری مثلا شرشر آب می باشه یا فضای بسیار سبز و گوارای می باشه، خود به خود اگر تجربه کرده باشیم تو خود به خود پیش خود یک زمزمه میکنی. مثلا فکر یک زمزمه میکنی، یک وقت میبینی که ما 2 بیت 3 بیت شعر سرودیم. این شکل مثلا قهار یاسی در جایی که او زندگی میکنه خانهش در لب دریاست. او بیشتر علاقمند در شعرهاش مکمل مثلا بیشتر از جنگل و دریا و آب و باران بیشتر میبینی که سروده شده. به این اساس کسایی که در استاد زندگی میکن دیگه اونم جنگل و آب و دریا، یعنی فقط یک فضای عاشقانه است که شعر تولید میکنه. بله. اولین شعری که سرودین یادتان هست؟ دقیقاً ما صنف دوم پانتون بودم. اولین شعری هم که سروده بودم، ما بیشتر هم شعری که میسرایم البته در قالب یک آهنگ میسرایم. ما چون ما تکنیک مسلکی نخوندیم ادبیات، و اولین شعری هم که سرودیم یک غزل بوده. البته ساعت 12 شب بود که ما اولین بار بود که قلم گرفتم در کتابچه نوشته کردم شعر خود. بسیار یک غزل است، اگر اجازه تون باشه که بخونم. میشنویم با کمال میل. خاطرات تلخ را بار رها کردم، نشد غصه و غم را دم آدم زیر پا کردم، نشد. قصد کردم عکس چشمانت ز قلبم برکنم، عذر و زاری را به درگاه خدا کردم، نشد. کس نشد پیدا که راز دل بگویم نزد او، درد دل را پیش مرغان هوا کردم، نشد. رفته بودم غصه و غم را به تنهایی کنم، چیق و ویلا بروی جاده ها کردم، نشد. هر طرف رفتم نشد پیدا رفیق و همدلی، رخ به سوی کلبه های بینوا کردم، نشد. باز تصمیم جدایی بین عشق و عاشقی، خط بطلان را به بین آن دوتا کردم، نشد. قصد ترک عشق کردم تا که ملای شوم، لنگی را بر فرق سر من آشنا کردم، نشد. هر دمی با خود بگفتم ترک کویت را کنم، هر دمی با خود بگفتم ترک کویت را کنم، قصد رفتن را به هر شام و صبا کردم، نشد. تشکر. فوق العاده بود سنایی صاحب. سلامت باشین. البته اولین شعرم است که ایره هیچ دست هم نزدیم، هیچ وقتا تانه فعلا وزن و قافیه را هیچ نمیفهمیدم دیگه، شاید کمی و کاستی داشته باشه. این بسیار جالب بود، گیرا بود، من خو کیف کردم. حسی بگوین که در خانواده با سرودن اشعارتان کسی مخالفت نمیکنه؟ در خانواده نه، اصلا مخالف کسی نیست، چون نمو فضای خانه و فضای زیادتر علاقمند به کتابخوانی و شعر شاعری است، کسی مخالفت نداره. در ضمن تشویق هم میکنن خانواده. خب متاثر از کدام شاعر هستین؟ کدام شاعر زبان فارسی روی شما تاثیر مستقیم گذاشته است؟ بیشتر مولانا بیدل و از شاعرای معاصر قهار یاسی از ما خو دیگه او تو الگو قرار نمیتونم. البته اما هر شعری که امو مطابق میلم بود خوشم داد بیشتر مطالعه میکنم. و از شاعرای ایرانی مثلا حامد عسکری و فاضل نظری شعرهای زیاد بیشتر دوست دارم. و در ژانرها کدام ژانر دوست دارین؟ غزل، قصیده، رباعی، مثنوی؟ ما بیشتر غزل می سرایم، دو بیتی، رباعی و چارپاره، و در قالبی که من خود راحت اس کنم دارم قالب بیشتر می سرایم. البته زیادتر اشعار ما دو بیتی است. بله خیلی خوب. دوستان عزیز، پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
دوباره خوش آمدین بینندگان عزیز. سنایی صاحب، شعر گفتن برای شما چگونه آغاز شد؟ یعنی شما از درد و تنهایی رو به شعر آوردین یا از شور و شوق و عشق؟ من خاموش صاحب چنان که قبلا هم گفتم، البته کدام اتفاق خاصی در اوایل به من رخ نداد که من مستقیم به شعر و شاعری برم، چون دیگه ای که بگوی عاشق شده باشی نه خیر و گپ نبوده. البته از اوان کودکی من علاقه‌مند به شعر و شاعری بودم. باز در جریان صنف دوی پانتون شدم، باز شروع به نوشتن کردم. البته اما عرصه گزینه است، درد هم است، جدایی هم است و عاشقانه هم است. عاشق نشدین؟ عاشق خوب است که دیگه جوابش نگویم، بهتر است بگذاریم. خب نوشتن شعر یا سرودن دو بیتی، ربایی، غزل برای شما آرامش میبخشه؟ دقیقاً، چون انسان، کسایی که شاعر هستن، اما احساسات و عاطفه درونی خود از اما شعر خود بیان میکنن و همین شعر است که بیشتر انسان آرام از افسردگی و سکوت میاره به طرف آرامش. شما پیشتر گفتین که تقریبا 12 بجه شب بود که شعر نوشته کرده بودین. از طرف روز براتان شعر الهام میشه یا از طرف شب؟ با من بیشتر از طرف صبح بیشتر الهام میشه، چون حالا خود تقریبا دیگه متعهل هستیم درگیر روزگار زندگی. اوایلا اینه تو زمانی هم شده که خاموش صاحب ما دمی گروپ های شیری و بداهسرایی بودیم. حتی تو شبای شده، روزای هم شده که ما در مثلا در 2 ساعت 2.5 ساعت حتی در 120 بیت دو بیتی هم سرودیم. در 2 بیتی در 120. ماشاءالله. همچنان غزل در بداهسرایی ها 4 غزل 5 غزل ما میتونستیم در یک شب بسراییم. دیگه خیلی در روان جوانی وقتش هم حالا هوای شاعرانه خیلی خوب میباشه. حال فعلا دیگه درگیر روز زندگی تقریبا ما 2-3 سال شده از شعر یک کمی کنار رفتیم. بداهسرایی از نظر شما چی تأثیر داره؟ من خود شخصا نمیتونم بداهه بسرایم. شما چگونه به این هنر دست یافتین؟ اصلا خب بداهسرایی به کسایی هست که شاعرای نوآموز است. وقتی کسایی که در وجه شرکت میکنند در بداهسرایی، این بیشتر بی وزن و بی قافیه است. فقط یک رفرش است و وقتی که بداهسرایی میکنن دوستا و رفیقا کسایی هستند که در وجه استادایی هستند که اوزان روز خوب دقیق اونا میدانن، باز اونا راهنمایی میکنن. با شاعرای نوآموز فقط یک این رفرش ذهن است، دومی دیگه اونا بلدیت به تقریبا دیگه بلد میشن، چون استادا هستن اونجا راهنمایی میکنن، با این میرسانه بالاخره به پختگی میرسانه بداهسرایی. بله. یعنی یک بخش بداهسرایی است، یک بخش کارهای جدی است. جدی، بله. اگر شما یک غزل جدی نوشته بکنین چقدر وقت در بر میگیره؟ نظر به حال و هوای خود انسان است که فرق میکنه. شاید در 1/2 ساعت هم در بر بگیره، شاید 1 روز هم در بر بگیره. زمان شده که مثلا یک مصرع شعر خودت میسرایی، اما تو دیگه از ذهنت کاملا گم میشه. ناگهانی در یک جای روان هستی، سعی که 2-3 بیت دیگه پی در پی آمد. فرق میکنه نظر به حال و هوای انسان. بله. اینطور یک زمان شده که یک مصرع شعر آمده باشه، خورد غافل گیر کرده باشه، بگی به چی یک مصرع شعری آمد؟ دقیقاً ما یک بیت شعر البته سروده بودم، با امور پوست کرده بودم. باز استاد لشکری در زیر کامنتم اومد گفت خیلی شعر همین بیت بالا گفت ادامه بده. همین بود که درخت کاج بودم و سر از تنم بریدن، میان سر و در چمن سکوت شد صدای من. با امیر سر واقعیت خودم هم غافلگیر کرده میکنم. اگر در این قسمت برنامه یک دیکلومی از شما داشته باشیم. خیر باشی، سلامت. با یک چند تا 2 بیتی اگه اجازهتون باشه خونش بگیرم. بناز و عشوه هر دم میبری دل، در آغوش تو
این دل گشت مایل نباشی لحظه در قید حیاتم، جهانم بی تو تاریک است و حایل. دلم جادو شده در بند عشقت که تا محکم شود پیوند عشقت. نمی سازم جدا تا روز محشر، شدم عاشق به یک لبخند عشقت. پس لبخند من غم باشد ای دوست، مثال دجله دریای آموست. زده زخمی به قلبم زندگانی، بسوزد بد رقم جسم و تن و پوست. مسیر عشق را با من رقم زن، محبت را به قلب من علم زن. و هم در پیچ و تاب زندگانی، به شادی و به غم با من قدم زن. در آن روز به چشمان تو دیدم ز خوشرویان عالم، دل بریدم مرا وابسته کردی با نگاهت، مکمل شد همه عشق و امیدم. دو چشمانت زیارتگاه من بود و آغوش تو خلوتگاه من بود. اگر بیمار می بودم شبنگام، سخنهایت حلاوتگاه من بود. به 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 به. بیشتر نمی قالب 11 جا خود را راحت فکر کنم احساس میکنید. مفاعیل فعول. دقیقاً در دو بیتی واقعیتش بیشتر من خود راحت احساس میکنم. ربایی هم کار میکنین؟ بسیار کم. دارین کدام ربایی؟ شاید یک 2-3-4 تا باشه دیگه. من ربایی واقعیتش به من خیلی مشکل است شخصا به خودم. شاید و نظر به دوستا و رفیقای دیگه هم که میگن از غزل کده شاید سرودن ربایی مشکل تمام شد. من فکر میکنم ربایی یک ساختار خیلی قدرتمندی هست که باید همه محتوا را در 4 مصرع باید خلاصه بکنیم. دقیقاً. در حالی که دو بیتی امو ترانه های محلی میشه روایت های ساده و آسان را آدم داخلش بگنجانه، اما در بحث ربایی بیشتر موضوعات فلسفی میشه، عمق پیدا میکنه. مصرع اول که سروده میشه باید جاندار باشه، مصرع دو محکمتر، مصرع سوم دیگر راه را باز بکنه برای آخرین مصرع که همون چکش مستقیما بر هدف بخوره که جمع شوه همه محتویات. به هر صورت سرنگ صاحب شما کدام مجموعه شعر هم دارین؟ تا فعلا نه، چون خودم که فکر میکنم شاید شعرهای ما به پختگی نرسیده باشه. در جامعه ما حالا شاید به نظر من دوستایی هستن که فقط اونم یک 100 غزل یا کنیم 100 غزل که اونها جمع آوری میکنن زودتر به چاپ میرسانن. من به نظر خودم چون وقتی که یک اثر ما در جامعه تقدیم میکنیم، تو فکر بکنیم همین اثر که ما در جامعه تقدیم کنیم حداقل شنونده خواننده داشته باشه. مردم با شوق علاقه کتابت بگیره و بخوانن. زمین نزدیکا انشالله من پلان دارم که به چاپ برسانم. تا فعلا هم به نظر من زوده، شاید یک سال بعد یا نیم سال بعد دیگه به چاپ برسانم. دوستان عزیز، پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم، با ما باشید. دوباره خوش آمدین دوستان عزیز. سرنگ صاحب، وقتی خودت شعر خود را دکلمه میکنی چی حس میکنی؟ همیش یک شعر که انسان میسره شاید از خودش کده کسی که دکلمه میکنه شاید دم عمق معنیش بره، اما بیشتر مزه و کیفیت از زبان دیگه کسی است که شعر تا دکلمه بکنه و انسان میبره در خیالات بیشتر که این شعر که دکلمه میکنه. بله. و خود آدم که دکلمه میکنه یک رقم، من که اگر شعر خود دکلمه کنم میگم خیلی مزه‌دار نیست، پس که دوستا که دکلمه میکنن من خوشم میاد. عین شکل امور رقم هم هستم از زبان دیگه کس بیشتر کیف میکنه. گرچه دوستا تشویق میکنن، میگن که مثلا شعر خود را خود دکلمه کردی زیبا است،
یا دکلمات خوب بود یا خود شعر خوب بود تشویق میکنن نمیفهم، ولی خود مرا مزه نمیده. امو یک کسی مثلا قاریایی که اونا قرائت میکنن ولو که خب صدای شیرین هم داشته باشن او راضی نیست، از هیچ کس از صدای خود راضی نیست، فهمیدی؟ اما ما و شما که میشنویم خیلی به ما لذت بخش است. این شکل شعر و شاعری کسایی که دکلمه میکنن این شکل است. ثنایی صاحب، اگر بریم روی زندگی شخصیتان، شما گفتین متأهل هستین، ثمره ازدواجتان چند طفل است؟ من یک تا بچه یک دارم. نام خدا. یک تا بچه است فعلا. چند ساله هستند؟ 1.5 ساله. خداوند حفظشان کنه. سلامت باشه. و زندگی چطور میگذره؟ خوب است فضل خدا. نه اوقات زیاد زیق است نه اوقات زیاد مقصد میگذره دیگه، خوب است. شب و روز میگذره. شب و روز میگذره. گاهی کدام وقتی که در مضیقه قرار گرفته باشی روزگارهای بد را هم سپری کردی؟ نه خیر، تا انشالله تا فعلا خب ما روزگار تلخ سپری نکردیم، چون ما از طرف بزرگا دیگه ما بچه چهارمی هستم و زیادتر ما در روزگار نفتیدیم. هیچ خاطره تلخ هم نداری؟ خاطره تلخ مهمی است که ما در 3-4 سال البته دوران جمهوریت بود، ناگهانی بعد یک دوره زندان تیر کردم. فقط خاطره تلخ مهمی بود. چرا؟ عجب ناق. تهمت ناق خلاص. و شیرین ترین خاطره زندگی تان چی است؟ شیرین ترین خاطره زندگی امی است که تا این حالا که مثلا ما امرای دوستا و رفیقا و کسایی که شوهرایی که ما میریم میشینیم شش تا برخاست میکنیم، فقط شیرین خاطره زندگی ما اینه میست. و دوران کودکی خود زیاد است که در روستا زندگی میکنی. فقط فعلا امی که تا این حال هم امرای دوستا و رفیقایی که یگان جا جمع میشیم روی یگان موضوعات شعری به صورت میگیره و شعر میسرایان لذت میبریم، اینه خودش کلان یک خاطر شیرین زندگی است. بسیار خوب. خوب است یک دکلمه داشته باشیم از شما ثنایی صاحب در چشم قسمت برنامه. بازم یک غزل به خونش میگم. میشنویم. کی شود این همه اندوه به پایان برسد، بار دیگر وطنم با سر و سامان برسد. برود غصه و اندوه از این کشور ما، تکنان به سر خوان غریبان برسد. بشکفد تازه گل سرو و سمین و مرسل، بشود تازه کمی نم نم باران برسد. بشکفد تازه گل سرو و سمین و مرسل، بشود تازه کمی نم نم باران برسد. گم شود جنگ زبانی و نزاع قومی، تک صدای ز بدخشان و ز پروان برسد. کی شود جشن بگیریم و ز دل خوش باشیم، نوبت میله صیاد و پخمان برسد. بنشینم به زیارتگاه مولای علی، تا که از سیر و سفر یارک شخنان برسد. فوق‌العاده بود ثنایی صاحب. سلامت باشین. ثنایی صاحب، بزرگترین آرزوی زندگیتان چه است؟ بزرگترین آرزوی زندگی امی است که در آینده بتانم که یک یا شاعر خوب باشم اگه در این مسیر باشم، یا یک کسی باشم که در وطن خود خدمت بکنم، مثلا یک دکتر خوب باشم. اگر گذشته اگر از شعر و شاعری کنار برم، یک تجار فوق‌العاده باشم. این بزرگترین آرزوی زندگی نمیست که خدمت در مردم خود بکنم، چی از طریق شعر چی از طریق کارهایی که میکنیم. ما هم دعا میکنیم که شما با آرزوهایتان دسترسی پیدا بکنید. سلامت باشید. ثنایی صاحب، اگر یک پیامی از شما برای جوانان داشته باشیم یا به مردم داشته باشیم، میخواین چیزی گفتنی خاصی به
بینندگان ما بگوین. کمره در اختیارتان است. بخیر و سلامت باشین. کدام گفتنی خاصی ندارم دیگه، فقط خوش و آرام باشن و بسیار زیاد تشکر از شما که بنده حقیر فقیر در این برنامه خوب و زیبایتون دعوت کردین. لطف کردین که دعوت ما را پذیرفتین، قدم رنجه فرمودین. سنایی صاحب سلامت باشین، بخیر باشین. بینندگان عزیز، این بود برنامه ما. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. برنامه ما را ببینید، با دوستانتان شریک بسازید، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همان دکمه زنگوله را هم فشار بدین. تا درود دیگر، بدرود.